اگر شما گربه دارید و قصد مهاجرت دارید، احتمالاً یکی از بزرگترین دغدغه‌هاتون اینه که چطور حیوان خونگیتون رو همراه خودتون به کشور مقصد ببرید. من بیلو رو از ایران به کانادا آوردم و در این ویدیو میخوام تمام مراحل این مسیر رو بر اساس تجربه شخصی خودم قدم به قدم با شما به اشتراک بذارم. برای مسیر ایران به کانادا دو گزینه‌ای که بیشتر برای حمل گربه استفاده میشن، ترکیش ایرلاینز و لوفتانزا هستند. من قبل از سفر درباره هر دو تحقیق کردم و در نهایت ترکیش ایرلاینز را انتخاب کردم. چون تجربه‌های خوبی از مسافرها شنیده بودم و به عنوان یکی از ایرلاین‌های پت فرندلی شناخته میشه. بعد از انتخاب ایرلاین هم ظرفیت حمل بیلو را تایید کردم و بعد بلیط رو گرفتم. قبل از هر چیز باید مطمئن بشید که واکسن‌های گربه کامل و در شناسنامه ثبت شده باشند. مهمترین واکسن هاری است که باید مدرک معتبر اون را همراه داشته باشید. انتخاب کریر مناسب اهمیت زیادی داره، چون ایرلاین‌ها نسبت به ابعاد و وزن اون حساس هستند. من چند هفته قبل از پرواز کریر رو داخل خونه قرار دادم تا بیلو به حضور اون عادت کنه و در روز سفر استرس کمتری داشته باشه. بعد از تهیه بلیط باید حضور حیوان خانگی را برای پرواز ثبت کنید. خرید بلیط به تنهایی کافی نیست و ایرلاین باید حمل پت رو به صورت جداگانه تایید کند. بنابراین این مرحله رو به روزهای آخر موکول نکنید. چند روز قبل از پرواز بیلو رو برای معاینه نهایی به دامپزشکی بردم. دامپزشک وصیت سلامت، واکسن‌ها و مدارک رو بررسی کرد و در نهایت گواهی سلامت رو صادر کرد. این گواهی یکی از مدارک اصلی برای ادامه مراحل خروج از کشور هست. پس از دریافت گواهی سلامت 1 تا 2 روز قبل از پرواز به اداره قرنطینه دامپزشکی مراجعه کردم. پس از تایید مدارک مجوز رسمی خروج حیوان از کشور صادر شد. این برگه یکی از مهمترین مدارک روز پرواز هست. روز پرواز زودتر از زمان معمول در فرودگاه حاضر شدم. مدارک بیلو بررسی شد، وزن گربه و کریر کنترل شد و هزینه حمل حیوان خانگی پرداخت شد. بعد از تکمیل این مراحل آماده سوار شدن به پرواز شدیم. برای من بخش ترانزیت یکی از استرس‌زاترین قسمت‌های سفر بود. مدام نگران بودم که بیلو حالش خوب باشه، آب کافی داشته باشه و در طول مسیر دچار مشکل نشه. خوشبختانه همه چیز به خوبی پیش رفت و بدون مشکل به مقصد بعدی رسیدیم. پس از ورود به کانادا اعلام کردیم که گربه همراه ماست. مدارک بیلو بررسی شد و برای ورود حیوان خانگی هزینه حدود 40 تا 45 دلار کانادا پرداخت کردیم. در نهایت بیلو سالم و سلامت وارد کانادا شد و امروز کنار ما زندگی میکنه.